سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم مرحله مقدماتی دسته اوپن آرنولد کلاسیک رو ببینیم. دسته‌ای که مدعیان اصلی هادی و سامسون هستن. همونطور که میبینین فیگور اول جفت بازو از روبرو بود. میریم سراغ فیگور بعدی، زیر بغل از روبرو. به نظر منم هادی از همه بهتره. و فیگور بغل، اصلا هادی و سامسون از بقیه خیلی لولشون جلوتره. مثلا این میشه لامبورگینی رو با پراید مقایسه کنی. فوق‌العاده است بدن هادی و سامسون. اوه کات باسن هادی رو نگاه کنی، جفت بازو از پشت. به واقعا هادی حرفی برای گفتن داره. خب اصلا این بدنا در حد هادی و سامسون نیست، اصلا قابل مقایسه نیستن باهاشون. لولشون خیلی پایین تره. خب من فعلا حرفی نمیزنم تو شما نگاه کنید. خودتون مقایسه کنین بدنا رو. بچه ها مثل اینکه ویدیو پاس شده. من توی سایت خارجی دارم اینو نگاه میکنم، ویدیو پاس شده. یه چند لحظه صبر کنین درست میشه. خب درست شد. خب فیگور بغل رو میگیرن. جفت بازو از پشت. به به. بچه ها این سیاه پوسته که شورت سبز پوشیده سمت راست، من نمیشناسمش، فکر میکنم تازه اومده باشه. اگه میدونین کیه تو کامنت اسمشو بهم بگید. زیر بغل از پشت، پشت بازو. به به. شکم و موربی. پاها رو اول میگیرن، بعد جفت بازو از روبرو. سیاه پوسته که گفتم هم حرفی برای گفتن داره ها. بدن خیلی زیبایی داره. یه مقدار کاتشو بیشتر میکرد شانسش بیشتر بود برای قهرمانی. قهرمانی که نمیشه گفت، جزء تاپ تیری. خب زیر بغل از پشت. بله.
چه بدنهای زیبایی. به به. خب رسیدیم به اصل کاری، رقابت سمسون و هادی. اوه اوه اوه، هادی چه بدنی آورده رو استیج. پاهاش مخصوصا فوق‌العاده است. جفت بازو رو میگیرن، اصلا فوق‌العاده است این بدن. کاتی که هادی آورده 100% اول میشه. جایزه آرنولد 100% برای هادیه. اصلا کاندیشن هادی خیلی بهتر از سمسونه. شورتای یه رنگ هم پوشیدن و فوق‌العاده است بدن هادی. اصلا قابل مقایسه نیست با سمسون. زیر بغلا، پاها، شکم، کات، اصلا فوق‌العاده است. بچه ها فکر میکنم باز سایت هنگ کرده. ببخشید تقصیر من نیست، ولی فوق‌العاده است بدنشون. باز یه چند لحظه صبر کنید دوباره درست میشه. درست شد. خب زیر بغل از روبرو. خب فیگور بغل رو بگیرین. به به، هادی فوق‌العاده اومده رو استیج. جایزه 18 میلیاردی آرنولد برای خود هادی. کات باسن رو نگاه کنی. زیر بغله سمسون نسبت به ورژنی که خودش گذاشته بود خیلی پایین تره. هادی فوق‌العاده است. پاهای هادی به به، باسن، زیر بغل، فوق‌العاده است هادی. سرشونه ها رو نگاه کنین. کات باسن هادی خیلی زیاد شده. شاید اگه تو مستر المپیا هم با این کات باسن میومد خودشو قهرمان میکرد. در صورتی که کلا مستر المپیا حق خوری کردن برای هادی، ولی در کل شاید شانسش بیشتر میشد. سیاست کثیف نذاش قهرمان بشه هادی. فوق‌العاده است بدنش. الان درست میشه سایت. متاسفانه چون لایوه یه مقداری اذیت میکنه، تو بعضی جاها هنگ میکنه، نمیذاره درست انجامش بدیم. شما دیگه به بزرگی خودتون ببخشین، تقصیر من نیست. خب درست شد. زیر بغل از پشت به به، فوق‌العاده است. خب شکم هادی به به. فیگور جی کاتلر شکم و پا وکیومی داره هادی. موربی ها به به. هادی از مردم میخواد که بهش انرژی بدن. زیر بغل از روبرو. تو آپدیت جدید هادی پاهاش خیلی پیشرفت کرده، حتی نسبت به مستر المپیا هم خیلی بهتر شده. فیگورهای بغل.
دوباره فیگور پشت و زیر بغل. این هم بقیه شرکت کننده هستن. همون سیاه پوسته هم وسط وایستاده. بچه ها یادتون نره اسمش تو کامنت حتما بهم بگید، من نمیدونم. زیر بغل از روبرو. به به، واقعا حرفی برای گفتن داره. بدنه زیبایی آوردن رو استیج، فوق‌العاده است. خب برم سراغ جفت بازو از پشت. به به، واقعا بدنشون زیباست، ولی همونطور که گفتم اصلا قابل مقایسه نیستن با هادی و سامسون. خب هادی و سامسون هم وسط وایسادن، فیگور جفت بازو از روبرو. خب بچه ها کم کم داره ویدیو تموم میشه. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه من بودین. اگر به دنیای بدنسازی علاقه دارین چنل ما رو ساب کنین.